نفر آدم هست. چرا در 10 دقیقه اول درصد پرسپولیس 50% شد؟ 150% ورزشگاه پر شده. واقعا این نیست که اینا میگن بالای 100%. درصد 100% تقریبا، یعنی 100% که نمیشه. نه حداقل 50%. هوادار تراکتورساز بالای 50%. 60% طرفدار داره تراکتور سازی. هواداران تراکتورساز بالای 50%. چرا تو برنامه 11% نوشته؟ چرا وقتی نشون میداد درصدو فردوسی بر میخند؟ چرا دیر نشون دادن؟ 13% بود، درسته؟ پس چرا دوباره شد 11%؟ همش میومد پایین، بدون که بره بالا همش میومد پایین. 13 عوضی بره 15 20 بشه میومد 11 شد، 9 شد، همش میومد پایین. الان شما نگاه کنید ببین چند نفر اومدن اینجا مثلا 100,000 نفر. خب شما حساب کنید 13% میشه 100,000 نفر. 13% چقدر؟ 13% زده بود 13%. کل مثلا تبریز 13% زده بود که مثلا اس ام اس اومده. والا من 3 تا اس ام اس با این جمعیت که تو استادیوم اومدن باید اس ام اس بیشتر میره.